سلام، به کانال خودتون خوش آمدید. دعوای دوتا برادر به حدی شدید شده بود که خانوادهشون مجید رو تو اتاق حبس کرده بودن. اون همش عربده میکشید و میگفت بالاخره که از اتاق بیام بیرون یا علی زنده میمونه یا من. علی برادرش بود و دعوا سر نیلوفر بود، زن عقدی مجید. اون فهمیده بود علی افتاده دنبال زنش و حتی بهش پیشنهاد داده باهاش بخوابه. مجید چشماش کاسه خون بود، اشتباه نمی کرد. پیامای علی رو تو گوشی زنش دیده بود، اما باباش همینجوری پشت سر هم به زن مجید فحش میداد و میگفت اون زن هر جاییت عین فتنه افتاده تو زندگی ما، تو براش بس نبودی، میخواست با برادرت هم بخوابه. حرفای باباش عین پتک تو سرش میکوبید. دنیا رو سرش خراب شده بود. عین دیوونه ها انقدر کوبید به در تا اون در زپرتی مسکن مهر خراب شد و مجید افتاد وسط پذیرایی. چشماش هیچی رو نمیدید. غمه به دست فقط دنبال علی میگشت که مادرش افتاد به پاش. علی و باباش جرئت نداشتن بهش نزدیک بشن چون میدونستن هر کدوم برن جلو مجید میزنه. مجید دیوونه شده بود و با کسی شوخی نداشت. فقط نقطه ضعفش مادرش بود. صدای مادره که بلند میشد، مجید صداش بند میومد. اما این بار فرق میکرد. مجید حتی به حرف مادرش هم گوش نمیکرد. مادر وقتی دید التماس کردنش فایده‌ای نداره، خودشو لب پنجره رسوند و از چارچوب پنجره کشید بالا و گریه کنون گفت پسرم قمر رو نندازی و از خونه نری بیرون، خودمو پرت میکنم پایین به خدا. یه دفعه مجید خشکش زد. مادر قبل اینکه حرفش تموم بشه پاهاش لیز خورد و از طبقه 8 سقوط کرد. این آغاز یه جنایت هولناک خانوادگی بود. اگه به این سبک از موضوعات علاقه دارید با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید. مادر 55 ساله با سقوط از طبقه 8 مسکن مهر پردیس در جا و به طرز وحشتناکی جون داد. تقریبا هیچی از صورت مادر باقی نمونده بود. پزشکی قانونی هم تایید کرد که این زن با صورت به زمین اصابت کرده. هر 3 نفر که تو خونه بودن، یعنی علی، مجید و پدرشون، توسط مامورای پلیس بازداشت و برای تحقیقات بیشتر به اداره آگاهی منتقل شدن. هر 3 تاشون هم تایید کردن که مادر برای اینکه توی دعوای دوتا برادر میانجیگری کنه تهدید به خودکشی کرده بود، اما تعادلش رو از دست داد و پرت شد پایین و در لحظه جون داد. جنازه مادر ابتدا به پزشکی قانونی و بعد هم تحویل خانواده شد تا به خاک سپرده بشه. در ظاهر پرونده بسته شده بود و همه چیز تموم شده بود، اما این آغاز یه جنایت سریالی و هولناک بود. 3 ماه بعد از خودکشی مادر، پدر مجید قرص خورد و به زندگیش پایان داد و 6 ماه بعد هم برادر، یعنی همونی که به زن مجید نظر داشت، به عجیب ترین شکل ممکن ناپدید شد. انگار که از روی زمین محو شده باشه. هیچ خبری ازش نبود. برنامه‌ای هم برای پیدا کردنش نبود، چون کسی رو تو ایران نداشت که دنبالش بگرده. نه مادری مونده بود، نه پدری. یه خواهر داشت که اونم خارج از کشور زندگی میکرد. برادرش مجید هم که اصلاً چشم دیدنش رو نداشت، چه برسه به این که را بیفته دنبالش بگرده. فقط میموند یه نفر که شاید بود و نبوده علی خیلی براش مهم نبود، اما از ترس جون خودش و از ترس اینکه نکنه به سرنوشت علی دوچار بشه، پا تو کلانتری گذاشت و پرده از راز 2 جنایت هولناک برداشت و اون کسی نبود جز نیلوفر، زن 20 ساله مجید، کسی که آتیش این جنایت با اون روشن شد. نیلوفر روز 1 آذر ماه به کلانتری پرند نزدیک خونه پدرش مراجعه کرد و پرده از راز این جنایت برداشت و پای پلیس و مامورای اداره آگاهی رو دوباره به خونه باز کرد که 8 ماه پیش برای گزارش یه خودکشی به اونجا مراجعه کرده بودن. نیلوفر گفت که مجید شوهر 24 سالش برادرش علی رو که 26 سال سن داشت 3 ماه قبل تو خونه پدرش کشته و جنازه رو هم سر به نیست کرده. نیلوفر در پاسخ به این سوال که دلیل این افشاگری بعد از 3 ماه چی بوده، گفت تا الان به خاطر شوهرش چیزی نگفته، اما جدیداً خیلی احساس ترس کرده که نکنه خودش رو هم بکشه. گفت از شوهرم هر چیزی برمیاد. با اعلام این شک
شکایت مجید تحت تعقیب قرار گرفت و فردا همون روز شکایت ساعت 8 شب زمانی که به خونه پدر نیلوفر در شهرک آفتاب پرند مراجعه کرده بود بازداشت شد و به اتهام قتل عمد راهی اداره آگاهی شد. پرونده این جنایت هولناک در اختیار اداره دهم آگاهی تهران قرار گرفت و بازجویی از مجید متهم به قتل عمد و همسرش نیلوفر آغاز شد. برای فهمیدن ابعاد و جزئیات این پرونده بهتر اول اعترافات هولناک نیلوفر رو بشنویم که پای خودش هم توی این پرونده گیره، اما از ترس جونش به کلانتری رفته و همه چیو گفته. نیلوفر به پلیس گفت علی توی خونه پدرش که پردیس بود تنها زندگی میکرد. عصر روز 6 مهر ماه رفتیم پیشش. مجید تو راه شیرینی خرید و چند تایی از شیرینی‌ها رو با داروی بیهوشی مسموم کرد. رسیدیم اونجا و علی بعد از خوردن شیرینی‌ها از هوش رفت. ساعت 8 شب بود که مجید جلوی چشم من داداششو کشید تو حموم و اونجا با چاقو کشتش. جنازه همونجا تو خونه موند. اون شب با هم رفتیم خونه مادرم. فردا صبحش به بهشت زهرا رفتیم سر خاک مادر مجید. بعد رفتیم میدون امام حسین، بزرگترین چمدونی که پیدا کردیم و خریدیم و مجددا به منزل پدری مجید برگشتیم. جنازه علی رو به زور چپوندیم تو چمدون. بعدم به بهانه اسباب کشی یه پیکان وانت اجاره کردیم و چمدون رو به همراه چند تا وسیله دیگه که رد گم کنیم گذاشتیم عقب وانت و رفتیم محمود آباد یه ویلای بزرگ اجاره کردیم تا جنازه علی رو تو حیاط اونجا دفن کنیم. اما مجید گفت احتمال داره گیر بیفتیم و چون ویلامون لب ساحل بود نصف شب مجید جنازه علی رو برد لب ساحل و بدون لباس و مدارک لای سنگا رها کرد. بازپرس از نیلوفر میپرسه چند ماه از قتل میگذره، چی شد که الان اومدی و همه چی رو گفتی؟ اونم در شرایطی که پای خودت هم گیره. تو این 3 ماه چی کار میکردی؟ نیلوفر هم در جواب گفت از مجید ترسیدم. چند روز قبل با هم دعوامون شدش و وسط دعوا مجید گفته که اون هم داداشش رو کشته هم باباش رو، عین خیالش هم نیست، منو هم میکشه. اونجا بود که فهمیدم پدر شوهرم هم خودکشی نکرده و به دست مجید کشته شده. با این اعترافات نیلوفر مجید به اتهام 2 فقر قتل عمد تحت بازجویی قرار گرفت. البته اون ابتدا قصد انکار داشت، اما وقتی فهمید نیلوفر ریز به ریز همه چی رو گفته و بازپرسی که جلوش نشسته تمام جزئیات قتل برادرش رو میدونه به قتل برادرش اینطور اعتراف کرد. برادرم به نیلوفر نظر داشت. خودم شک کرده بودم اما فکر کردم توهم زدم تا اینکه یه روز نیلوفر اومد همه چیو به هم گفت. پیامای ناجور علیو به هم نشون داد و گفت حتی علی یه روز تو اتاق خونه پدرم گیرش انداخته و دستمالیش کرده اما تونسته از دستش فرار کنه. پیامای داداشمو که دیدم دیوونه شدم. نمیخواستم بکشمش، فقط میخواستم یه بلایی سرش بیارم که دیگه نتونه سمت زنم بره. اون روز که رفتم سراغش مادرم میخواست جلوی منو بگیره اما خودش افتاد و کشته شد. مادرم همه چیزم بود. بعد از مرگش دیگه دنیا برام تموم شد. چند ماه صبر کردم، آبا از آسیاب افتاد. اول رفتم سراغ پدرم چون اون پشت علیو گرفت و باعث شد این اتفاق پیش بیاد. قرص ریختم تو غذاش و کشتمش. بعدش هم شایعه کردیم بعد از خودکشی مادرم افسردگی گرفت و اونم خودکشی کرده. علی فهمیده بود من بابامو کشتم اما صداش در نیامد و فکر میکرد که از من آتو داره و منم سر قضیه نیلوفر بیخیال میشم. 3 ماه بعد از اون رفتم سراغ علی. میخواستم به اون قرص بدم و بگم خودکشی کرده اما ترسیدم پلیس شک کنه. بعدم اگه اونجوری میکشتمش دلم آروم نمیگرفت. بردمش تو حموم. دست خودم نبود دارم چی کار میکنم. با چاقو چند تا زدم تو گردنش. 2-3 دقیقه بیشتر طول نکشید تا جون داد. به دنبال اعترافات مجید و زنش رد جنازه تو محمود آباد در تاریخ مورد نظر گرفته شد و معلوم شد جنازه علی تو همون تاریخ تو ساحل پیدا شده و به عنوان شخص فاقد هویت تو سردخونه پزشکی قانونی نگهداری میشه. در ادامه تحقیقات مشخص شد مجید بعد از قتل علی به خاطر اینکه شبیه به اون بوده به بانک رفته و با جعل امضاش تونسته 68 میلیون تومان موجودی حساب برادرش رو خالی کنه. کیفرخواست مجید با 2 فقر قتل عمد و جنایت بر میت و کیفرخواست نیلوفر به اتهام معاونت و همکاری در 1 فقر قتل عمد و اخفای جسد صادر شد و پرونده راهی شعبه 10 دادگاه کیفری 1 استان تهران شد. در نخستین جلسه دادگاه علاوه بر متهمین تنها خواهر مجید و علی علیرغم اینکه خارج از ایران ساکن بود به عنوان تنها ولی دم هر دو مقتول حضور پیدا کرد. ولی دم در ابتدای دادگاه
دادگاه مرگ متهمین اشد مجازات را درخواست کرد. مجید بعد از 3 جلسه دادگاه حکم قصاص گرفت و نیلوفر هم به 2 سال حبس محکوم شد و بدین ترتیب این پرونده مختومه اعلام شد. داستان مجید و علی و نیلوفر یه تراژدی به تمام معناست. یه مثلث عشقی کثیف که آخرش به خونبازی و نابودی کشید. درسته غیرت و ناموس خوبه، ولی وقتی افسارش رو بدی دست خشم و جنون میشه همین بلایی که سر این خانواده اومد. مجید فکر میکرد داره از ناموسش دفاع میکنه، ولی با دسته خودش ریشه خانوادش رو خشکوند. از اون طرف نیلوفر هم بی تقصیر نیست. کدوم زنی با شوهرش میره برادرش رو مسموم کنه و بکشه؟ معلومه این وسط یه خبرایی بوده. شاید نیلوفر هم دنبال آتیش بازی بوده و تهش ترسیده و خواسته خودش رو نجات بده. اما از همه بدتر اون پدر از دنیا بی خبر بود. جای اینکه آتیش بیاره معرکه بشه و هی به مجید تیکه بندازه، باید سعی میکرد آرومشون کنه، ولی با حرفاش بنزین ریخت رو آتیش و آخرش هم خودش قربانی شد. ته این داستان فقط یه مادر بیچاره مظلوم بود که پرپر شد، یه پدر که با قرص خودشو خلاص کرد، یه علی که معلوم نیست کجای این دنیا دفن شد، یه مجید که جوونیشو باید تو زندان بگذرونه و یه نیلوفر که تا آخر عمرش باید با عذاب وجدان زندگی کنه. این نشون میده که یه اشتباه کوچیک، یه هوس زودگذر، یه تصمیم غلط میتونه یه خانواده رو تا ابد نابود کنه. امیدوارم دیگه شاهد تکرار همچین فجایع این نباشیم. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. اگر به برنامه‌های ما علاقه‌مندید میتونید از زیر همین ویدیو از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله کنار اون اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.